در همین لحظه که این کلمات را می‌نویسم سراسر روسیه در آتش و آشوب غرق شده است. دولت روسیه اخیراً تدابیر سختگیرانه و بیرحمانهایی را اعلام کرده که بر اساس آن تمام حمایت‌های دولتی و مستمریهای خانواده‌های سربازان کشته که در خارج از کشور زندگی می‌کنند به طور کامل قطع خواهد شد. اما نتیجه این تهدید کاملاً معکوس بود. موج بیوه‌های جنگ که برای یافتن پناهگاهی امن به سمت ایران سرازیر شدند نه تنها متوقف نشد بلکه زرهای کاهش نیافته است. همه چیز با یک مصاحبه تکاندهنده و 5 دقیقه‌ای با یکی از همین بیوه‌های جنگ تغییر کرد. زنی که اعترافش پرده از حقیقتی تلخ برداشت، در 387 روز گذشته هیچ چیز نتوانسته بود زرهای شوق زندگی را در من بیدار کند. او در ایران چه چیزی پیدا کرده بود که حاضر شد همه چیزش را در روسیه رها کند؟ ما به زودی پاسخ این سوال را خواهیم یافت. نام من اسوتلانا پترووا است، 38 ساله. از زمانی که همسرم الکسی در خط مقدم اوکراین قربانی شد دقیقاً 387 روز است که مانند روحی سرگردان و بی‌هدف در آپارتمانی قدیمی و نمور در حومه شهر سنت پترزبورگ زندگی می‌کنم. بله، من روزها را می‌شمارم. حتی با اینکه می‌دانم دارم دیوانه می‌شوم و عقلم را از دست می‌دهم نمی‌توانم از شمردن روزهای تنهایی‌ام دست بردارم. امروز دوباره یونیفرم نظامی الکسی را از کمد بیرون آوردم. بوی تن او، بوی ادکلون تلخش که با بوی باروت آمیخته شده بود، هنوز در تار و پود لباس باقی مانده است. صورتم را در لباسش فرو بردم و ساعتها زار زدم. روی میز ناهارخوری بطری‌های خالی ودکا پراکنده بود که نشان از شب‌های بیخوابیام داشت. بیرون پنجره با اینکه ماه مارس، اسفند، فرا رسیده دانه‌های برف همچنان با بیرحمی می‌بارند و همه جا را سفیدپوش کردند. این شهر درست مثل من در آستانه مرگ و انجماد است. ساعت دقیقاً ساعت 3:17 بامداد بود که تلفن همراهم زنگ خورد. چه کسی ممکن است در این وقت از شب تماس بگیرد؟ آیا ممکن است الکسی باشد؟ می‌دانستم این فکر دیوانگی محض است، اما قلبم با چنان شدتی شروع به تپیدن کرد که گویی می‌خواست از سینه‌ام بیرون بپرد. با دستانی لرزان گوشی را برداشتم و به صفحه نگاه کردم. نام کارینا روی صفحه روشن و خاموش می‌شد. 1 سال پیش دقیقاً در همین روز و همین ساعت شبم من و او با هم خبر کشته شدن شوهرانمان را دریافت کرده بودیم. پس از آن فاجعه ارتباطمان تقریباً قطع شده بود. گوشی را جواب دادم. اسوتلانا بیدارت کردم. صدایش عجیب بود، بیش از حد شاد، پرانرژی و سرزنده. این صدا اصلاً شباهتی به صدای بیوه‌های جنگی افسردهایی مثل ما نداشت. با نگرانی پرسیدم: کارینا، چه اتفاقی افتاده؟ مست کردی؟ خندید و گفت: نه، من حالم خوب است. خوب. با دقت به من گوش کن اسوتلانا، من الان در تهران هستم. گیج و من پرسیدم: چی؟ تهران کجاست؟ ایران. پایتخت کشور ایران. ناگهان خواب از سرم پرید و کاملا هوشیار شدم. آیا کارینا دیوانه شده است؟ ایران. آنجا چه می کند؟ او گفت: تماس تصویری میگیرم، باید با چشمان خودت ببینی تا باور کنی. دستم به شدت میلرزید وقتی دکمه پذیرش تماس تصویری را زدم. تصویر که ظاهر شد نزدیک بود از تعجب فریاد بزنم. کارینا، این واقعاً تو هستی؟ او کاملاً تغییر کرده بود. نه، بهتر است بگویم 10 سال جوانتر شده بود. آن صورت رنگ پریده و تکیدهایی که زمانی شبیه اجساد سردخانه بود ناپدید شده و جای خود را به گونه‌های گلگون و موهایی براق و آراسته داده بود. اما مهمتر از همه چشمانش بود. آن چشمهایی که زمانی مثل چشمان ماهی مرده بیروح و کدر بودند، اکنون مانند ستاره‌های آسمان می‌درخشیدند. کارینا با هیجان گفت: اسوتلانا، بنشین و خوب گوش کن. من دارم غش می‌کنم از خوشحالی. من ازدواج کردم، سرم گیج رفت و دنیا دور سرم چرخید. چی گفتی؟ ادامه داد: با یک مرد ایرانی. اسمش آرش است. صبر کن، الان میآید تا او را ببینی. مردی در کادر تصویر ظاهر شد. پیراهنی مرتب و اتو کشیده پوشیده بود و لبخندی گرم، صمیمی و بی‌نهایت مهربان بر لب داشت. اما آنچه بیش از همه مرا شوکه کرد نگاهی بود که به کارینا داشت، نگاهی سرشار از محبت، احترام و عشق خالص. کارینا گفت: عزیزم، دوست صمیمیام اسوتلاناست. سلام کن عزیزم. آخرین باری که چنین کلمات محبت‌آمیزی شنیده بودم کی بود؟ قرنها پیش.
مرد با صدایی گرم و مؤدبانه به زبان روسی با لهجه‌های شیرین سلام کرد. سلام خانم، وقتتان بخیر. من آرش هستم، همسر کارینا. از آشنایی با شما خوشبختم. او با ملایمت و احترام شانه‌های کارینا را گرفت، بوس‌های نرم و عاشقانه بر پیشانیاش زد و با لحنی آرام که انگار نمی‌خواست آرامش لحظه را برهم بزند گفت: میروم برایتان چای تازه دم و کمی تنقلات بیاورم. چیزی میل ندارید عزیزم؟ کارینا پاسخ داد: چای زعفرانی لطفاً، ممنون جانم. این مکالمه ساده و روزمره چرا تا این حد برای من تکان دهنده و ویرانگر بود؟ درست است، زیرا در زندگی روزمره و سرد ما در روسیه دیگر چنین گرما و احترامی وجود نداشت. فریاد زدم: دیوانه شدی کارینا، تو واقعاً دیوانه شدی. فقط 1 سال از مرگ الکساندر گذشته. چطور توانستی؟ چهره کارینا جدی شد، اما مهربانی از چشمانش نرفت. اسوتلانا، من هم الکساندر را دوست داشتم و هنوز فراموشش نکردم. اما او دوربین را جلوتر آورد و به لنز خیره شد. در این 6 ماه گذشته که اینجا هستم حتی 1 قرص هم نخوردم. نه قرص خواب، نه آرامبخش و نه ضد افسردگی. هر روز صبح با امید و لبخند بیدار میشوم. میدانی این چقدر شگفت‌انگیز است؟ حرفی برای گفتن نداشتم. ذهنم سمت کشوی میز توالت رفت که پر از قوطی‌های قرص رنگارنگ بود. زمزمه کردم: چطور ممکنه؟ کارینا با اطمینان گفت: مردان ایرانی متفاوتانند اسوتلانا. کاملا متفاوت. آرش هر روز صبح قبل از رفتن به من میگوید دوستت دارم. وقتی از سر کار برمیگردد با ذوق میگوید دلم برات تنگ شده بود. ما با هم در آشپزخانه غذا درست میکنیم، با هم ظرف میشوییم، با هم زندگی میکنیم. چشمان کارینا پر از اشک شوخ شد. مهمتر از همه او مرا به چشمی که بیوه جنگ نمیبیند. او مرا به عنوان یک زن میبیند. نه یک قربانی قابل ترحم که شوهرش مرده، بلکه زنی که شایسته عشق ورزیدن و احترام است. در همین لحظه آرش با یک سینی قلمزنی زیبا و سنتی برگشت. در سینی نه تنها 2 استکان کمر باریک چای خوشرنگ که عطر هل و زعفرانش حتی از پشت گوشی حس میشد قرار داشت، بلکه ظرفی پر از پست خرما و شیرینی‌های سنتی ایرانی، گوز هم به چشم می‌خورد. او سینی را با ادب روی میز گذاشت و با آن مهمان‌نوازی و تعارف مشهور ایرانی گفت: فکر کردم شاید خسته باشید و صحبتتان طول بکشد، بفرمایید دهانتان را شیرین کنید. دوباره با مهربانی موهای کارینا را نوازش کرد و آرام از اتاق بیرون رفت تا ما تنها باشیم. کارینا گفت: دیدی؟ هر روز همینطور است. اوایل باورم نمیشد، فکر میکردم فیلم بازی میکند یا تظاهر است. اما 6 ماه گذشته و او تغییر نکرده، حتی مهربانتر و عاشقتر هم شده است. با تردید گفتم: اما این خیلی زود است. شوهران ما تازه مردند. مردم چه میگویند؟ کارینا با لحنی محکم و قاطع گفت: اسوتلانا، الکسی و الکساندر مردند. آنها زیر خاکانند. فکر میکنی آنها چه چیزی برای ما میخواستند؟ اینکه تا ابد بر سر مزارشان گریه کنیم، سیاه بپوشیم و بپوسیم. یا اینکه دوباره زندگی کنیم و خوشبخت باشیم؟ پاسخی نداشتم. گلویم خشک شده بود. او ادامه داد: تو چطور؟ الان چطور زندگی میکنی؟ روزی چند ساعت گریه میکنی؟ چند مشت قرص میخوری تا فقط چند ساعت بخوابی؟ آخرین باری که از ته دل خندیدی کی بود؟ هر سوالش مثل چاقویی تیز در قلبم فرو میرفت و زخمم را باز میکرد. اسوتلانا، بیا ایران. بیا و با چشمان خودت ببین. اینجا جنگ نیست. مرگ در اینجا یک عادت روزمره نیست. مردم اینجا با وجود همه سختی‌ها خونگرمانند برای آینده برنامه می‌ریزند، عاشق می‌شوند و می‌خندند. مهمان‌نوازیشان در دنیا بی‌نظیر است. پرسیدم: اما من چطور بیایم؟ من می‌ترسم. من همین الان برایت بلیط می‌گیرم. فقط سوار هواپیما شو، بیا. حتی اگر شده برای 2 هفته بیا استراحت کن و برگرد. خواهش می‌کنم اسوتلانا، التماس می‌کنم، تو هم می‌توانی این زندگی را داشته باشی. تو لیاقتش را داری. کارینا در آن تصویر به طرز باورنکردنی زیبا بود، صورتی سرشار از نیروی زندگی. گفتم: من باید فکر کنم. بگذار کمی فکر کنم. کارینا فریاد زد: نه. باید همین الان تصمیم بگیری. اگر الان نیایی، فردا و پس فردا هم همین زندگی نکبتبار را ادامه میدهی، درست است. تا کی؟ تا وقتی بمیری.
این حرفش مرا عصبانی کرد و به غرورم برخورد. این زندگی من است، انتخاب خودم است. او بیرحمانه پاسخ داد: خودت را گول نزن اسوتلانا. تو زندگی کردن را انتخاب نکردهایی، تو فقط از ترس مرگ داری نفس میکشی، مگر نه؟ بغضم ترکید و اشکهایم سرازیر شد. بله، حق با او بود. من واقعا زنده نبودم. من فقط یک مرد متحرک بودم. کارینا با لحنی نرمتر گفت: ببخشید، شاید تند رفتم. اما اسوتلانا، نمیتوانم ببینم که داری زرزر آب میشوی. ما فقط 38 سالمان است، هنوز 40 سال دیگر برای زندگی داریم. حیف نیست؟ بعد از قطع تماس ساعتها گریستم. جلوی آینه ایستادم و به خودم نگاه کردم. صورتی شبیه اسکلت، چشمانی گود رفته و بدنی که مثل مترسک لاغر و خشک شده بود. آیا این موجود توی آینه یک انسان بود؟ عکس الکسی را برداشتم و به چشمانش خیره شدم. آیا واقعاً باید تا آخر عمرم اینطور زجر می‌کشیدم؟ پاسخی نداشتم، اما آخرین پیام کارینا روی گوشیام آمد: 29 مارس ساعت 2 بعد از ظهر، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، تهران. خودم میایم دنبالت. منتظرتم. با دستانی لرزان وبسایت هواپیمایی را باز کردم. قلبم تند میزد، اما دکمه پرداخت را فشار دادم. این اولین بار در 387 روز گذشته بود که حس کردم فردا ممکن است متفاوت باشد. پس از خرید بلیط تمام خاطرات مثل سیل هجوم آوردند. از آن روز شوم. 24 فوریه 2022 ساعت 5 صبح. با صدای بلند اخبار فوری تلویزیون از خواب پریدم. ولادیمیر پوتین آغاز عملیات ویژه نظامی را اعلام کرده بود. الکسی بیدار بود، داشت با عجله یونیفرمش را میپوشید و ساک برزنتیاش را میبست. به عنوان نیروی ذخیره ارتش چند روز قبل احضار شده بود. با وحشت پرسیدم: جنگ شروع شده؟ گفت: نه، نگران نباش عزیزم. فقط یک مانور ادامه‌دار است. زود تمام می شود و برمیگردم. اما نگرانی عمیقی در چشمانش موج میزد و دستانش هنگام بستن بند پوتین میلرزید. کی برمیگردی؟ 1 هفته، نهایتاً 2 هفته. پوتین گفت چند روز تمام می شود. الکسی مرا محکم بغل کرد، طولانی‌تر و محکمتر از همیشه. حالا که به عقب نگاه می کنم، او هم انگار حسی داشت که این آخرین بار است. در گوشم زمزمه کرد: دوستت دارم اسوتلانا. هرگز فکر نمی کردم آن لحظه آخرین دیدار ما باشد. روزهای اول می توانستیم تماس بگیریم. می گفت در مرز بلاروس منتظر است و هنوز وارد اوکراین نشده. اما از 28 فوریه تماسها کم و کمتر شد. اول مارس آخرین باری بود که صدایش را شنیدم. اسوتلانا، منم. صدایش خسته و خشودار بود و صدای انفجار و تیراندازی از دور می آمد. کجایی؟ امنه. آره، امنه. زود تموم میشه. فردا احتمالاً میرسیم کیف. مراقب خودت باش. و بعد سکوت مطلق. ارتباط قطع شد. 1 روز، 2 روز، 3 روز. نه تماسی، نه پیامی. نگرانیام به وحشت تبدیل شد. 15 مارس ساعت 9 صبح زنگ در آپارتمان به صدا درآمد. در را باز کردم و 2 افسر نظامی با لباس فرم رسمی را دیدم. با دیدن چهره‌های سنگی و بی‌حالتشان در همان ثانیه اول همه چیز را فهمیدم. یکی از آنها گفت: خانم اسوتلانا پترووا، متاسفانه باید به اطلاع برسانیم همسر شما در حین انجام وظیفه و عملیات ویژه قهرمانانه جان باختند. کلمه قهرمانانه در سرم میچرخید و پژواک میشد، اما هیچ معنایی برایم نداشت. لرزان پرسیدم: جسدش کجاست؟ افسران نگاهی به هم انداختند و سرشان را پایین انداختند. به دلیل شرایط سخت منطقه جنگی بازگرداندن پیکر فعلا دشوار است. اگر وضعیت بهتر شود. آنها رفتند و من روی زمین راهرو فرو ریختم. حتی نمیتوانستم گریه کنم، شوک آنقدر بزرگ بود که اشکهایم خشک شده بود. روز بعد کارینا، همسایه و دوستم، به دیدنم آمد. او هم گریه میکرد. شوهر او الکساندر هم در همان روز 15 مارس و در همان واحد کشته شده بود. ما 2 زن تنها مراسمی غم‌انگیز برای تابوت‌های خالی گرفتیم. دولت 3 میلیون روبل به عنوان دیه داد، اما پول چه ارزشی داشت؟ آیا پول میتوانست شوهرم را برگرداند؟ بعد از آن من و کارینا مدام همدیگر را میدیدیم تا از تنهایی دق نکنیم. ما حتی در جلسات مخفیانه خانواده‌های کشته شدگان شرکت میکردیم.
جایی که در این کشور خفقان‌آور حق نداشتیم بپرسیم چرا شوهرانمان باید می‌مردند. ما حتی حق نداشتیم بلند گریه کنیم. و بعد یک روز کارینا ناپدید شد. تلفنش را جواب نمیداد، در خانه‌اش کسی نبود. همسایه‌ها گفتند او را دیدند که با یک چمدان بزرگ سوار تاکسی شده و رفته است. و حالا 1 سال بعد او از ایران تماس گرفته بود. اسوتلانا ببخش که بیخبر رفتم. اما دیگر نمیتوانستم در روسیه نفس بکشم. برچسب بیوه قهرمان روی پیشانیام سنگینی میکرد. من میخواستم زندگی کنم. کارینا گفت که با کمک یکی از اقوامش فرار کرده و در ایران زندگی جدیدی یافته است. تو هم میتوانی بیایی. اینجا متفاوت است. کسی به ما نمیگوید بیوه قهرمان. ما میتوانیم مثل آدمهای معمولی زندگی کنیم. آدم معمولی. واژه‌هایی که در این 1 سال فراموشش کرده بودم. بعد از تماس تمام شب را بیدار ماندم و فکر کردم. به بیرون نگاه کردم، سرمای استخوانسوز و تاریکی مطلق سنت پترزبورگ. عکسی که کارینا فرستاده بود را دوباره باز کردم. منظرهایی از خیابان‌های تهران. کارینا و آرش خوشحال دست در دست هم در خیابانی که درختانش شکوفه زده بودند قدم می‌زدند و در پس‌ازمینه کوه‌های باشکوه و زیبای البرز با قله‌های پربرف زیر نور آفتاب می‌درخشیدند. تصمیمم را گرفتم. نمی‌توانستم دیگر اینطور ادامه دهم. حداقل باید می‌رفتم و با چشمان خودم می‌دیدم. 1 هفته بعد چمدانم را بستم و آماده پرواز به سمت تهران شدم. حتی با داشتن بلیط هنوز 2 دل بودم. الکسی چه فکری می‌کرد؟ شب قبل از سفر به مادرم زنگ زدم. مامان، من دارم میرم سفر. باید کمی دور شوم. کجا؟ با دوستت. آره، کمی دور. حدود 2 هفته. نمی‌توانستم بگویم میروم ایران، آن هم برای دیدن کارینا که دوباره ازدواج کرده. نزدیک سالگرد الکسی بود و مادرم سرزنش می‌کرد. میدانم مامان زود برمیگردم و مراسم سالگرد را برگزار میکنم. در تاکسی که به سمت فرودگاه میرفت تمام مدت به گوشی خیره شده بودم و میترسیدم کسی جلوی راهم را بگیرد. اگر میفهمیدند همسر یک سرباز کشته شده دارد کشور را ترک میکند، آن هم به مقصد ایران. اما هیچ اتفاقی نیفتاد. در فرودگاه دوموددوو چکین کردم، از گیت امنیتی گذشتم و سوار هواپیما شدم. پروازی طولانی به مدت 9 ساعت. صندلی کنارم خالی بود. از پنجره کوچک هواپیما به دشت‌های بی‌پایان و یخزده سیبری نگاه کردم. فکر این که الکسی شاید در جایی زیر این خاک سرد دفن شده باشد اشک‌هایم را جاری کرد. خانم، حالتون خوبه؟ یک مهماندار با چهره‌های مهربان به انگلیسی پرسید و لیوانی آب به دستم داد. با روسی دست و پا شکسته گفتم خوبم ممنون. او لبخندی گرم زد و رفت. وقتی هواپیما در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران فرود آمد و وارد سالن شدم، اولین چیزی که حس کردم نور بود. فرودگاه غرق در نور و روشنایی بود، فضا زنده و پر جنب و جوش بود. برخلاف فرودگاه غمگین و خاکستری مسکو، اینجا حسی از جریان زندگی داشت. جلوی باجه کنترل گذرنامه استرس داشتم. می‌ترسیدم مشکلی پیش بیاید. سلام، خوش آمدید. افسر جوان اداره گذرنامه با لبخندی دوستانه به انگلیسی پرسید توریست هستید؟ بله، برای دیدن دوستم آمدم. 2 هفته میمانم. او مهر ورود را با قاطعیت زد و گذرنامه را به من برگرداند. سفر خوبی داشته باشید. به ایران خوش آمدید. به همین سادگی. تفاوت رفتار گرم آنها با نگاه‌های سرد و مشکوک در روسیه زمین تا آسمان بود. وقتی از سالن پروازهای ورودی بیرون آمدم و وارد سالن استقبال شدم، جمعیت زیادی آنجا بود. چشم چرخاندم و ناگهان کارینا را دیدم که با هیجان دست تکان میداد. کنارش همان مرد آرش ایستاده بود. اسوتلانا، کارینا دوید و مرا محکم، خیلی محکم در آغوش گرفت. بعد از 1 سال دوری گرمای بدنش را حس کردم. این گرمای زندگی بود، گرمای امید. آرش با احترام جلو آمد، دستش را روی سینه‌هاش گذاشت و به رسم زیبای ایرانی‌ها کمی خم شد و با لبخند گفت سلام خانم، خیلی خوش آمدید. قدمتان روی چشم ما. رسیدن به خیر. نگاهی به اطراف انداختم. تهران زنده بود. از پشت شیشه‌های بزرگ فرودگاه آسمان آبی و آفتابی را می‌دیدم. کوه‌های البرز در دوردست با شکوه ایستاده بودند و هوای بهاری بوی تازگی می‌داد. نفس عمیقی کشیدم. شاید
شاید حق با کارینا بود. شاید اینجا در پناه مهربانی بیدریغ این مردم و گرمای این سرزمین کهن من هم میتوانستم